هشام ابن عبدالملک پادشاه بنی امیه، یکی از پادشاهای بسیار قوی است، پسر عبدالملک ابن مروان، با خاطر زیارت خانه خدا به مکه مکرمه اومد. امر کرد به وزراش، گفت ائتونی برجل من الصحابه، یکی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا کنید، نزد من بیارید صحبت کند، از زمان پیغمبر حدیث های پیغمبر از زبانش بشنویم. گفتن یا امیر المؤمنین ما تو. ای امیر المؤمنین گفتن نیستن دیگه، صحابه نمونده است، صحابه همه دنیا را دیگه بدرود گفته و رفتن، به رحمت خدا رسیدن. گفت فمن تابعین، مادام که از صحابه ها نباشد از میان تابعین یک عالمه اختیار کنه. تابعین کسایی را میگن که صحبت شاگردی صحابه ها به اونا میسر شده است. یک نفر از کبار تابعین حضرت طاووس یمانی را پیدا کردن، گفتن امیر المؤمنین هشام ابن عبدالملک ترا به حضورش دعوت کرده است. آمد حضرت، آمد وقتی که نزد پادشاه می‌آمد کفش را کشید. در حضور پادشاه کفش نمی‌کشیدن، ممکنه به جنایت بکشیدن کفش. بعضیا پاهاشو شستگی است، بعضیا ناشسته است، در طول روز پاها عرق می‌کند، از همین خاطر ممکنه بود که شخص کفش بکشه و بعد پیش پادشاه بدروید. ای حضرت کفش را کشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت. امیر المؤمنینش نگفت، در مقابلش اومد ششت به اجازت رو بروش. گفت کیف انت یا هشام؟ ای هشام. گفت چه حال داری؟ احوال پرسیش کرد. دیگه هشام خون در سرش زد. یک پادشاه سیاستمدار در شام زندگی میکردن، درباریا می اومدن پاهاشون بوسه میکردن، حتی تو همه حد حرمت و عزت اعتبارشو بلند بود، کسی جرأت نمیکرد یک سخن پست بلند گوید. یک باره یک شخص بیاید به اجازت کفش را کشیده و در مقابل درو برو بشینه و بگه کیف انت یا هشام؟ ای هشام چه خیلی سوزی؟ گفت این مرده که سرش ببره قتلش کنه. گفتن یا امیر المؤمنین تو در حرم اللهی، در حرم رسول الله صلی الله علیه و سلمی، اینجا بطره دمشق نیست، در اینجا شپش کشته نمیشود، در حال احرام حیوانا اینجا را کشته نمیشود. و این مرده که از بزرگای تابعین است، هزارها و صدها هزار مخلص هواخواه داره، تیره کشته نمیتونی در اینجا. گفت یا طاووس ما حملک علی ما صنعت؟ ای طاووس چی دردت رسید؟ چرا تو اینقدر بی‌ادبی کردی؟ این کارا چرا کردی؟ طاووس گفت ما صنعتو، چی بی‌ادبی کردم؟ گفت چیکار کردم؟ من ندیدم یکم بی‌ادبی در کارم. گفت خلعت نعلیک بحاشیة بساطی ولم تسلم علی بیا امیر المؤمنین و جلست بإیذائی بغیر اذنی ولم تکنینی و قلت کیف انت یا هشام. مردگو وزید به ادبی زیاد میشود، کفشات در پیشم کشیدی، نمیبینی که مردم همه موضوعش و قطیان. و یا امیر المؤمنینم نگفتی، به اجازه در مقابلم ششتی. در بعض روایات اومده است گفته است دستمه بوسه نکردی، مردم پاهم چک میکنن. با کنیه نام نگرفتی، نام گواره ما جمونده بوده که یا هشام میگوی، کنیه قطعی نام نگرفتی. حضرت طاووس سری دزانو ششته بود. گفت اما خلع نعل بحاشیة بساطک فإني أخلعها كل يوم 5 مرات بين يدي رب العزة تبارك وتعالى ولا يعاتبني ولا يغضب علي. یا هشام گفت در پیشت کفش مکشیدم تلخت کفید، الحمدلله من مسلمانم، در یه روز 5 بار طهارت میکنم، این پاهم تازه و آزاده ای.
ایروی بعضی درباریای تر پای من توزه تر خشتره. من هر روز در حضور پروردگار رب العزه که خالق منت است 5 بار این کوشا را میکشم. بار حضرت خداوندی عتابم نکرد، بار بر من غضب نکرده است، حتی که حس میکنم که خداوند از همین عمل من را خوش میآید. ترا غضبت کرد کجای بیادبی است؟ و اما قولك لم تسلم علی بامیر المؤمنین فلیس كل المؤمنون راضیا بامرتك فخشیت ان اکون کاذبا. گفت این دعوای داره که چرا به من یا امیر المؤمنین نگفتی؟ زیرا که بسیاری از مسلمانان به امیریت راضی نیستن، تا همین پادشاهی را به غصب گرفتگی. از همین خاطر از خدا ترسیدم که ترا امیر المؤمنین بگم، زیرا همه مؤمنان به امیریت راضی نیستن، دروغگو بشیدم. غیرت بینه سبحان الله. یک سخن در پیش پادشاهی میگفتن که ایدو که شمشیرش خون میشه که. و اما قولك لم تکنینی فإن الله عز وجل سمى انبیاءه فقال یا عیسی یا یحیی محمد صلی الله علیه و علیهم الصلاة والسلام و کنا اعداءه فقال تبت یدا ابی لهب و تب. گفت تو مرا تلخ پیچینگ زده استی که چرا مرا با کنیه نام نگرفتی و هشام گفتی؟ خداوند پیغمبرای نازنین و مهربانش به نام خوانده قرآن. یا یحیی گفت، یا داوود گفت، محمد صلی الله علیه و سلم گفت. دشمناش با کنیه خونده است. تبت یدا ابی لهب و تب. او ابو لهب کنیه اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و ایلا نام ای کثافت عبدالعزا هست. خداوند با کنیه نامش آورده است. ما تقلیدی با کتاب خدا کردیم، ترا با کنیه نگفتیم، با نامت خوندیم. و اما قولك جلست بإزایی فإني سمعت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال اذا اردت ان تنظر الى رجل من اهل النار فانظر الى رجل جالس و حوله قوم قائم. این سخنت که دعوا داری که تو چرا به اجازت اومدی در مقابلم ششتی، با اون خاطر کردم که از زبان حضرت علی رضی الله عنه به گوش خودم شنیدم که گفت اگر در همین دنیا میخواهی دوزخی را ببینی، شخصی را نظر کن که خودش نشسته باشه و مردم در اطرافش راست ایستاده دست پیشی بر. اومدم در تو صفت سیمتی اهل دوزخ دیدم که همه مردم در طور سر چخت ایستادیم، فقط تو شیشتگی. از همین خاطر مشایعت کردم در پهلو چشتم که تو از همون دوزخی ها نباشی. وقتی این سخنه را گفت، هشام ابن عبدالملک در حیاتش خیلی گپ حق نشنیده بود، هوش سرش کند، چه گم کرد. گفت یا شیخ عزنی. ای شیخ گفت نصیحتم کن، نصیحتم کن. حضرت طاووس گفت سمعت علی ابن ابی طالب. حضرت علی ابن ابی طالب خانواده بنی امیه دشمن میدونستند. در حضور اونا نام علی را هر کس جرأت نمیکرد بگیره، با استثنای حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی، دیگرها حتی تا به توان شنیدن نام حضرت علی را نداشتند. ای جوان مرد ببینه با ای حضرت علی که تعلیم گرفته است در نزدش مثال ها آورده است. گفت از زبان شکربار حضرت علی ابن ابی طالب به دو گوش خود شنیدم که گفت این فی النار حیات والاقارب و عقارب کالبغال تلدغ کل امیر لم یعدل فی رعیته. حضرت علی گفت در دوزخ مارها و کژدمها هستند که مثل خچیر و مثل شتر و امیرایی را که عدل نمیکنند در زمان امارتشون، ان همه را تا روز قیامت دائم نشسته میستند و بعد قیامت هم همینطور ادامه مییابد.
بعد خصم اومد برفت. هشام نگاه میکرد، گفت این چی کس است، این چی رفتار است، این چی کردار است. یکی از دانشمنداش، یکی از وزراش گفت یا هشام این محتاج پولیت نیست، محتاجی همون مبلغایی که به درباریات میتی نیست، این پروای جان خچم نداره، میدونه که اگر کشتشم شهید میشوه. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم انا میخواد خصلت رفتار داشتن. ببینید پادشاهی شام یا پادشاهی غسانی ها در بصره، در ملک شام هم در ابتدا بنی قزاعه رفتند، بعدا یک قوم از قبیله بنی کهلان رفت و عاقبت الامر یک پادشاهی درست شد با نام پادشاهی غسانیان. غسانی ها چندین پادشاه ها داشتند. امپراتورهای روم هم اینا را دستگیری میکردند، زیرا که هم سری قبیله های عرب می گرفتند که به ملک های روم هجوم نکنند، هم در جنگ بر ضد ایران اینا را استفاده می بردند. یک پادشاهی بود با نام بنی غسان، بسیار پادشاهی معروف است. مثلا همون قصه های می شود که ابو طالب به شام رفت یا فلانی به شام رفت، پادشاه بصره، همین پادشاه عرب هستند بنی غسان، و بسیار مغرور و متکبر هم بدن، به حد مغرور و متکبر هستند که یکی از همه حاکم ها و شاه ها وقتی که مکتوب رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت که به اسلام دعوتش میکرد، گرفت مکتوب پاره کرد و فرستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم به قتل رسوندن. حارث ابن عمیر ازدی را یگانه فرستاده پیغمبر که به قتل رسید در همین بصره به قتل رسید. شرحبیل ذی‌الکلاء به قتل رسوندش. آخرین پادشاه این سلسله غسانیه با نام جبله ابن ایهم در سال 13 هجری در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب به دست حضرت عمر مسلمان شد. جبله ابن ایهم مسلمان شد. سال دیگه به نیت زیارت خانه خدا به مکه آمد. هنگام طواف خانه خدا اگه در اونجا همه ریدا می پوشند، همه ازار و ریدا داری دیگه، پادشاهی گدایی هیچ تفاوت نیست. یکی از عرب های پایلوچ بیچاره یک کمبغل ناخست نوگی ریدای همین پادشاه را که به زمین آویزان به دست زیر میکنه، ریدا از تنش افتید. از خشم و غضب این مردک پادشاه یاخی یک مشت بروی همون بیچاره زد. اگر دیگر زمان و دیگر عصر میشید که خیلی میگفتن اگر خدا حوالش به خدا بگذشته صلوات، اما این مسلمان میدونست که در عصر کی زندگی میکند. این میدونست که عهد عمر خطاب است، عمر عادل است، عمری که حتی قصاص مورچه را از شیر میگیرد، میگذارد که یک مسلمان در راز خانه کعبه لط و کوب کنن ای بی جواب مونه. این عدل اسلام ها ببینه. اومد نزد حضرت عمر گفت یا امیر المؤمنین، پادشاه آل غسان جبله ابن ایهم یک مشت به یگون عذر در روم کفت. حضرت دعوتش کرد، گفت یا جبله چه کاری کرده گید؟ به تو شرم نداشتی؟ نه از خدا شرم داشتی، نه از بندگان خدا شرم داشتی؟ این کاری تو اصلا از روی اسلام درست نیست و در اسلام تو باید مجازات شوی. گفت مجازاتش چی است؟ گفت صبر میکنی میستی اون مردک یک مشت در رود میزنه چه خیلی تو او را زده بودی، یا که شاید عذر خواهی کنی، اگر عذر تبو پذیره به همه جانت خلاص. سبحان الله. گفت شما از پادشاه را من خیلی قصاص میستی تو نه؟ آخه من پادشاه هم نخواه یک پایلوچ ما را بزنه یا که ما از او عذر خواهی کنیم، هیچ علاج دیگه نداره، نمیشه یا دست مش بتم جانم خلاص شد. گفت نه نمیشه وجوره. اسلام است، در پیش اسلام همه برابرن. این اسلامی بزرگ به حد تأثیر کرده بود که شما اگر تاریخ اسلام رو ببینید که قسم به خدا آدم در تعجب میماند. پادشاهایی که از نام شو دنیا با لرزه می اومد، پادشاهایی که از هیبت شو دنیا می لرزید،
چنان عدل داشتن، در عدل چنان قایم بدن که قسم به خدا در تعجب میمونی. ولی شما سیاستنامه نظام الملک بخونه ببینه، همون سلطان محمود غزنوی که قدر دوره سویتی تنقیدش میکردن، سلطان محمود غزنوی که نامش پادشاه ها در تاج در نگین هاشو می نوشتن چقدر عدل داشت. این پادشاه های اسلام با شرافت اسلام چنان عدل های کردن که در تاریخ مثل افسانه واری مانده است، اگر چند حقیقت است. در تاریخ ما میخونده، من تو زیده یادم است در باره امپریای ترکیه عثمانی که پادشاهاش به حد غضب داشتیان، به حد سیاست داشتیان که اگر یگان وزیر گویا که گپ شونه نمیگرفته است، گپ نگیره اوسو یگان وزیر اگر معقول شونه میشیده است، یک بند ابریشمیش میفرستادیان که مقصد خود دور بکش. او وزیر در رو میگرفته خیلی دور میکشیده است، تهمت میزنن. قسم به خدا در اسلام خودکشی حرامه، هیچ مسلمان ایرا نمیکنه، لیکن خونه سوخته در تاریخ ها می نوشته نمیره. اینا بگیره تاریخ عصرهای میانه در دوره سویتی هم خونده بوده. امپریای عثمانی را ببینه، ترکای عثمانی، ضبط کنستانتینوپل، این همی سفسطه ها زیاد است. اگر اونا اینقدر ظلم می داشتن، هیچ وقت ملک اونا 500-600 سال ادامه نمیکرد. عاقبت ظلم پایدار نیست. هر پادشاهی که ظلم کنه، ناعدلی کنه، خداوند زود خراب میکنه سر مملکت. یک پادشاه بود با نام سلطان مراد ترک، سلطان مراد دو. این شخص اروپا را در محاربه کوسوو تارمار کرد، بالکان را ضبط کرد، حتی که استرالیا را احاطه کرد. او زمان یک امپریای بزرگ بود استرالیا، امپریای استرا-ونگریا میگفتن. احاطهش کرد، در دری همون استرالیا، در دری وینا سپری خچ زد و صورت غالب تمام اروپا در نزدش میلرزید. از ترس سلطان مراد دو یگان کشتی اروپایی به اجازه در بحر بیرون زمین حرکت کردن نمیتونست. محمد اقبال لاهوری صفت میکنه سلطان مراد که چی نوع پادشاهی داشته، چی عدل داشت. محمد اقبال حضرت میگه بود معمار ز اقلیم خوجند، در فن تعمیر نام او بلند، ساخت آن صنعتگر فرهادزاد، مسجد با امر سلطان مراد. یک معمار بود است خوجندی. این خوجندی ها و استروشنی ها و اسفرگی ها ایام قدیم الایام معمارای خوب بودن، نامدار بودن. در زمان همین سلطان مراد دو به امر پادشاه یک مسجد می سازد. خوش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. همون تعمیر شکلی درست کرده مسجدش بخدر به پادشاه معقول نشید. هر کس با خودش یک سلیقه داره. بعضی چیزی هست یک کس ده معقول است، دیگر کس ده شاید قدر معقول نشود. همون لباسای تنگ ده ای جوانای ما میزیبه، اگر آدمی کلوسولا پشونی تلخش میکفه، تیزتر بکشم ای تنم هم میخره گفته. یا هم بعضی لباسایی که همش رشته ها خطی دختگی، رشته های سیمی خطی، اما شلدر شلدر، آخه او برای قصه ها میزیبه. ده خب مردی مسلمان همتری لباسا را بپوشه. اما بعضی ها ده معقول است، اما هزار که نصیحتش میکنیم با میبینی در طرش همو گشت است. خوش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. آتشی سوزنده از چشمش جهید، دستی آن بیچاره با خنجر برید. پادشاه هست آخی، غضبش کرد، گرفت خنجر از زد به شست، دستی بیچاره را قطع کرده. جوی خون از ساعدی معمار رفت، پیش قاضی ناتوان زار رفت. بیچاره بندیده از شقپیده پیش قاضی اومد، گفت ای پیغام حق گفتاری تو، حفظ آیین محمد کاری تو. سفتگوش سطوت سلطان نیم، قطع کن از روی قرآن دعویم.
گوه قاضی ترا وظیفت است امر خدای تعالی را باید که پهن کنی، تو باید پشتیبانی از بندگان خدا کنی. من غلام حلقه برگوش این پادشاه نیستم، من یک کارگر و مردی کار هستم. سپارش کردن اومدم کار کردم. پادشاه چه حق داشت که دستی من میبره؟ از روی قرآن میخواهم که حکم فیصله کنی. قاضی عادل بدندان خسته لب کرد شهر را در حضور خود طلب. سبحان الله. سلطان مراد را که یه رو پدر نزدش میلرزید، پادشاه دعوتش میکنه که کوبیای بولو چیکویت شده است. ایرا اسلام میگن. رنگ شه از حیبت قرآن پرید، شه شه خدا ترس. او شه خدا ترس بود که تا امروز نامش بگیریم. نباشه تری پادشاه و پادشاه بچه ها میلیون ها گذشتگیان. رنگ شه از حیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطاکاران رسید. گفت شه از کرده خجلت برده ام، اعتذار از ظلم خود آورده ام. پادشاه اومد که به خدا شرمنده ام از کاری کردگیم، اگر علاجش باشه همیره یک بلو کنیم خلاص کنیم، معمار راضی کنیم، مقصد از بحری دعواش بگذرم. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی یابد از این معنا ثبات. عبد مسلم کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. قاضی گفت ما حق نداریم، اینجا قصاص هست. خون پادشاه از خون معمار سرختر نیست. در اسلام بنده و مولا همه برابر هستند پیش خدا و پیش قرآن. چون مراد این آیه محکم شنید، دست خود از آستین بیرون کشید. سبحان الله. این پادشاه و این جوانمرد وقتی دید که نمیشید از چرز بازی قطعی پول قطعی نمیشید، از دستش کشید گفت اینو بگیره قطع کنه. مدعی را تاب خاموشی نماند، آیه بالعدل و الاحسان خواند. گفت از بحر خدا بخشیدمش. این معمار هم دید جوانمردی پادشاه را به این حد که نمیگه که نامعقول کرده، در کار باشه خوزیت هم میکشم، همه تنیست و نابود میکنم. خیلی نه، دست وقت دید که کشید برابر که بگیره قطع کنه. یک پادشاه جوانمرد اسلامی که عاقبت الامر در جنگ شهید شد، این شهید شد، از به درجه شهادت رسیدگیه. گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. این اسلام. برادرو دو اکودادر جنگ میکردن با هم دیگر، جنگی در همین محله هر دو جمع آوردیم که آشتی کنه. 3-4 سال شد با هم دیگر قهری بدین. اکش راضی نمیشه که با برادر خودش آشتی کنه. این عقل فراست. این مردک ببینه شخصی را که دست شقت کرده است، گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. یافت نور بر سلیمان ظفر، سطوت آیین پیغمبر نگر. پیش قرآن بنده و مولا یک است، بوریا و مسندی دیبا یک است. این قرآن همه را برابر کرده است، همه بنده خدا هستند. این عدل اسلامی. و این در زمان عمر عادل بود، عمر فاروق. گفت هیچ علاج نداری، مرده یا مشت یک مشت میخری یا گردنک تکج میکنی، التجا و التماس میکنی، شاید گناه تا ببخشد. اگر بخشید ما دعوا نداریم. جبله ابن ایهم با او کبر و با او غرور آیا راضی میشود که از یک بیچاره پایلوش عذرخواهی کنه یا از این بدتر صبر کنه که مشتش بزنه؟ گفت یا امیر المؤمنین یک روز مهلتم به تی فکر کنم. گفت مرحمت فکر کن. شبانه فرار کرد، گریخت، حج نو کرده، از ملک سرزمین مسلمانان خارج شد. میدونست که در کجای در خاک مرز اسلامی میشد، میقپیدنش. به قسطنطینیه رفت، کنستانتینوپل، نزد قیصر روم. قیصر نو خریستیان شد بدبخت. بعدم پشیمان میشود. این شاعر هم بدست پشیمان شد از کاری کردگیش. یک نظمش ماند است تا حال.
تنصرت بعد الحق عورا للتما فما یکو فیها لو صبرت لها ضرر. میگه که نصرانی شدم بعد حق، بعد که خدای تعالی چشمم بینا کرد، بعد که خدای بزرگ به اسلام مشرفم گرداند، من احمق شدم. میگه از ترس یک مشت عورا للتما، اگر میگه صبر میکردم هیچی بلوم نمیزد آخی به یک مشت میشی. فادرکنی منها لجاج حمیه و بعت لها العین صحیحه بالعوار. به سبب انمو سرکشی و تکبری جاهلیت چشم بینا و زیبا را به چشم کور و کجله ایواز کردم. واقعا این دین نصرانی در مقابل دین اسلام مثل انمو چشم کجله و کور است. فیا لیت امی لم تلدنی و لیتنی صبرت علی القول الذی قاله عمر. ای کاش که میگم مادرم نمیزایدم، ای کاش که صبر میکردم با همون سخنی که عمر رضی الله عنه گفت، امروز نامسلمان نمیشیدم، امروز کافر و مرتد نمیشیدم. ایده پادشاهی آخرانی بنی غسان بود در شام، پادشاهیگری عرب همین مقدار بود.